سال 2012 شرکت بازیسازی فنلاندی به نام سوپرسل این بازی رو میسازه. جزء بازی‌های رایگانه که درآمدش از طریق در واقع جوانبش حاصل میشه، یعنی اینکه اصل بازی نصبش رایگانه، نرم افزارش رایگانه، منتها برای اینکه شما بهتر بتونید بازی بکنید یک سری چیزا رو باید بخرید، تهیه بکنید که پول میدید و تهیه میکنید. تو اون رقابت اگه شما بخواید بمونید، واقعا بخواید بمونید، اون کسی که پول داره در واقع الماس بیشتری میخره، جم اصطلاحاً گفته میشه، تهیه میکنه، میتونه بمونه. و درآمد عجیب غریبی هم برای این حساب سال 2013 روزانه درآمدش رسیده به 2.4 میلیون دلار. شرکت روزی 2.4 میلیون دلار. این 2.4 رو ضرب در 3300 تومان شما بکنید قیمت دلار، یه روزی چند میلیارد این درآمد یک شرکت فقط چیه از یه بازیه. و متاسفانه اینکه در کشور ما هم حالا بحث درآمدیش به کنار، اینکه چقدر وقت صرف همچین چیزی شد. از یه طرف این شرکت فنلاندی کلی پول به جیب زده، از طرف دیگه هم چقدر طلای دیگه ای رو از ما گرفته تحت عنوان وقت. اصلا میگفتش که 8 میلیون پسنداز کارمندی خانواده‌مونو طرف رفته پول داده اینا جم خرید، یعنی پول واقعی دادم. وقتی من با این آقا صحبت می‌کردم مرد حسابی کو الماسایی که خریدی، کو تو دیوانه‌ای، پول واقعی دادی. حالا یه جایی ما بعضی باز میگیم ترابل 50 رو بذاری، میفهمه عمر تو گذاشتی، یه روزی بشه لحظه مرگ حاضر باشی تمام دنیا تو بدی، هر چی داری، خونه، ماشین، زندگی، حساب مالی، اوراق قرضه، هر چی که داری بدی که فقط 1 دقیقه بیشتر زندگی. الان داری زندگی میکنی تو اوج جوانی و نوجوانی، شدی عامل دست 4 تا صهیونیست که بازی ساختن، اینجوری دارن مچله. خب چی شد تا این وارا چی در اومد، این جنگا چی در اومد؟ پر از نشانه های صهیونیست. یه بالاخره تخصص بنده نمادشناسی. بز بافومت اون گوشید کار کرده، بز بافومت نماد ابلیس، نماد شیطان توی کابالای یهوده. خب چرا داره این، یعنی طراحای این بازی مرض داشته پشت سر این یک وقت عظیمی از مردم دنیا بگیرن، پولم در بیارن. فبها بازی دو سر برده، هم اون ضرر کرده هم این در واقع برده. بعد بازی که اصلا داستانش وقتی شما نگاه میکنید، بازی که با 2 نفر شروع میشه، نمادی از انسانهای اولیه آدم و حوا، و هر چینا زیادتر میشن جز جنگ هیچی بشریت نتیجه نداده، فقط جنگ. این قبیله کلاش آف کلنز، جنگ قبیله ها، هی با هم بجنگن، این کلونی های جمعیتی هی با هم دیگه شروع کنن جنگیدن و نبرد کردن و به جون هم افتادن و کشتن. و این چی داره میرسونه؟ اصلا هدف چی شد؟ اون هدفی که خدا میفرماد من خلیفه شما رو قرار دادم رو زمین چی شد؟ جانشین من روی زمینید. اصلا از تو دل این یه منجیگرایی مثبت که آینده جهان روشن باشه فلان این چیزا نیست، بلکه تو یاد میگیری اتحادیه هایی باشن که حمله کنن کسی رو از پا در بیارن. جوون ما امروز درگیر چی شده؟ برو یه چیز درست حسابی یاد بگیر. اینا اصول اعتیاد آوری توش رعایت شده، یعنی تو معتاد میشی به بازی، شرطی میشی به بازی، حال میکنی. من این بازی رو نصب نکرده ام و بازی هم نمیکنم، الان کمبود دارم، وقتمو میذارم یه چیز درست یاد میگیرم. این وقتی که سر این بازی باشه، هر هنر خاصی رو شما یاد گرفتید، چند آیه قرآن حفظ کنی، زبانتو تقویت بکنی، یه زبان دوم سوم یاد بگیری، چه وضع این همین نرم افزار اومد تو گوشی آدم زبان یاد میگیره، قرآن یاد میگیره، همه چی هست. استفاده درست ما بکنیم. در واقع اینا رو ساختن که ماها رو درگیر میکنه. روزی بشه لحظه مرگ حاضر باشی تمام دنیا تو بدی، هر چی داری، خونه، ماشین، زندگی، حساب مالی، اوراق قرضه، هر چی که داری بدی که فقط 1 دقیقه بیشتر زندگی.